صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای خدای عادل و توانا و ای خدای محبت، تو را حمد و ثنا می‌خوانیم و نام مقدست را بر زبان آورده و ستایشت می‌کنیم. شکرت می‌کنیم ای خدا که ما را بی جهت خلق نکردی و ما را در این کهکشان‌ها رها ننمودی، بلکه ما را دوست داشته و برای ما هدف خاصی به وجود آورده ای و ما را در ملکوت سماویت شریک ساخته ای. تمنای خدا بگذار به این حقیقت پی ببریم که تو ما را برای مشارکت در جلال سماویت دعوت کرده ای و به ما وظایفی سپرده ای و از ما انتظار داری که به وظیفه خود عمل نماییم. پس ای خدای مهربان، بگذار امروز آنچه را که تو از ما انتظار داری با کمال وفاداری انجام بدهیم. به ما قدرت عنایت فرما تا در مسئولیتی که به ما عطا کرده ای کوشا باشیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده که ملکوت تو را به ما آشکار ساخته و به ما حیات جاودان بخشیده است می‌طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. هموطنان عزیز و حقجویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را بپذیرید. امیدوارم که در عنایت و الطاف خداوند مهربان روز خود را در شادی و سلامتی به سر بیاورید و آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. از اینکه خداوند متعال این فرصت را به ما عنایت کرده تا با شما عزیزان باشیم و از کلام خداوند براتون بخونیم، نام مقدسش را سپاس میگوییم و از شما دعوت میکنم که توجه خود را معطوف به گفتار آسمانیش که در عیسی مسیح به ما عطا کرده است مبذول بدارید و با یکدیگر آیات را مطالعه کنیم و در آن تفکر و تعمق نماییم. برای این منظور از شما دعوت می کنم که توجه خود را معطوف به فصل 25 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و از آیه 31 دنباله گفتار و تعلیمات عیسی مسیح که درباره بازگشت ثانوی او و انتهای این عالم است توجه فرمایید. در آیات ما قبل در مثلی که عیسی مسیح به شاگردانش بیان می فرماید، او به ما تعلیم میده که خداوند تعالی برای هر کسی که از او پیروی می کند، هر کسی که به او دل باخته، هر کسی که اراده خدا را طالبه، هدف خاصی به وجود آورده و مسئولیتی نیز به عهده هر شخص ایمانداری قرار داده است. مسئولیتی که به وسیله آن استعداد و یا عطیه‌ای که خداوند عطا کرده است آشکار میشه و ما بایستی مطیع آن باشیم. کلام خداوند به ما نشان می‌دهد که هر انسانی از نظر خداوند دارای مقام بسیار خاص و منحصر به فردی میباشه و خداوند به همه انسانها عطیه خاصی عطا کرده است. تعلیم می‌دهد که ما باید مطیع آنچه که خداوند از ما می‌خواهد باشیم و در آن دعوتی که او از ما کرده است، از آن مسئولیتی که به ما عطا کرده است، در آن وفادار باشیم.
وفاداری و کوشا بودن در راه رسیدن به خدا و رضایت او را فرام آوردن اساس مهمی را تشکیل می‌دهند. از آیه 31 عیسی مسیح درباره روز داوری مجدداً مطالبی به عرض ما میرسونه که بسیار بسیار حائز اهمیت می باشه و در واقع نشان میدهد که من و شما در این عالم باید چگونه خودمون رو برای ورود به ملکوت آسمانی آماده سازیم. نه فقط هر انسانی صاحب مسئولیتی است در برابر خداوند و نه فقط اینکه خداوند به ما یک عطیه‌ای داده، یک دعوتی داده، به هر انسانی فرق نمی‌کنه که در چه مقامی باشیم، بلکه تعلیم میده که نه فقط باید در آن چیزها وفادار باشیم و کوشا باشیم، بلکه باید خودمون رو نیز آماده ورود به ملکوت آسمانی کنیم. اجازه میخوام که ابتدا آیات را از انجیل شریف براتون بخونم و بعد پیرامون آیات قرائت شده توضیحاتی جهت روشن ساختن این مطلب به عرضتون برسونم. میفرماید: اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و او آنها را از همدیگر جدا می کند به قسمی که شبان میشها را از بزها جدا می کند و میشها را بر دست راست و بزها را بر دست چپ خود قرار می دهد. آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده است به میراث گیرید. زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید، تشنه بودم سیرابم نمودید، غریب بودم مرا جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در حبس بودم به دیدنم آمدید. آنگاه عادلان به پاسخ گویند: ای خداوند، کی تو را گرسنه دیدیم تا طعامت دهیم، یا کی تشنه یافتیم تا سیرابت نماییم، یا کی تو را غریب یافتیم تا تو را جا دهیم، یا عریان تا بپوشانیم، و کی مریض یا محبوس یافتیمت تا عیادتت کنیم؟ پادشاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم آنچه به یکی از این برادران کوچکترین کرده اید به من کرده اید. پس اصحاب طرف چپ را گوید: ای ملعونان، از من دور شوید و در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است بیفتید. زیرا گرسنه بودم مرا خوراک ندادید، تشنه بودم مرا آب ندادید، غریب بودم مرا جا ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و محبوس بودم عیادتم ننمودید. پس ایشان نیز به پاسخ گویند: ای خداوند، کی تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا برهنه یا مریض یا محبوس دیده خدمتت نکرده ایم؟ آنگاه در جواب ایشان گوید: هر آینه به شما میگویم آنچه به یکی از این کوچکان نکردید به من نکردید. و ایشان در عذاب جاودانی خواهند افتاد، اما عادلان در حیات جاودانی. ای عزیزان، این آیاتی که به سمعتون رسیدم از دهان متبارک عیسی مسیح که به عنوان داور عادل، پادشاه پادشاهان و خداوند به این جهان برمیگردد و بشریت را داوری میکند. این مسئله را که از انجیل مقدس به سمع شما رسانیدم یکی از پرمعنی ترین و روشنترین پیام و مسئولیتی است که عیسی مسیح به ایمانداران خود عطا کرده است، به پیروان خود عطا کرده و مسئولیت ما را که به او ایمان آورده ایم کاملا آشکار نموده است و آن خدمت کردن به هم نوعان می باشد. مسیحیت یعنی خدمت کردن به هم نوعان. زیرا در روز داوری ما باید نسبت به آنچه که خداوند به ما محول کرده است، دقت کنید، نسبت به آنچه که خداوند به ما محول کرده است پاسخگو باشیم. و این داستانی که از انجیل مقدس براتون خوندم صحبت از داوری خدا می کند، داوری او بر من و بر شما، بر کارهایی که او به دست ما سپرده و از ما مسئولیت می خواهد.
در آیه 31 عیسی مسیح صحبت از ظهور ثانوی خودش می کند. می گوید وقتی در جلال و شکوه و همراه با فرشتگانم بیایم، آن وقت روی تخت با شکوه سلطنت داوری خواهم نشست و تمام ملت‌های روی زمین در جلو من میستند و من مردم را از هم جدا می کنم. همانطوری که یک چوپان گوسفندها را از بزها جدا می کند و گوسفندها را در طرف راست و بزها را در طرف چپ، من هم همینطور مردم را تقسیم می کنم، گروه اول به دست راست و گروه دوم به دست چپ. در این سایه می بینیم که اولا ظهور ثانوی عیسی مسیح برخلاف ظهور اولش که در یک طویله محقر و در یک خانواده بسیار فقیر متولد شد، این بار با قدرت و شکوه عظیم و با جلال و حشمت و همراه با لشکریان آسمانی یعنی فرشتگان خواهد بود و ظهورش آنی می باشد، به طور که در آن واحد همه مردم دنیا شاهد ظهور او خواهند بود. علائمی که در اینجا داده شده است نه فقط او را به عنوان شاه شاهان به ما معرفی میکنه و او را به عنوان کسی که صاحب قدرت است به ما نشون میده و نه فقط او نشون میده که برای سلطنت می آید، بلکه نشان میده که او برای داوری کردن همه ملت‌های عالم می آید. خداوند داوری را به دست متبارک عیسی مسیح سپرده. او عادل است. او داوری عادل را هم اجرا خواهد کرد. داوری که توسط آن همه جهانیان به طور کامل داوری شده و عدل و انصاف خداوند نمایان می شود. می فرماید پس از اینکه بر تخت پادشاهی جلوس فرمودم، همه ملت‌های جهان، تمام مردم عالم در جلو من حاضر می شوند، در جلو مسیح حاضر می شوند. حالا برای چه؟ می گوید برای داوری. و مسیح می گوید من مردم را به دو گروه تقسیم می کنم، درست مثل شبانی که گوسفندان را از بزها جدا می کند. می گوید من هم انسانها را به دو گروه تقسیم می کنم، یک گروه در دست راست و گروه دیگر در دست چپ. و دوستان عزیز، بدون استثناء من و شما نیز جزو این افراد خواهیم بود، یا در دست راست داور عادل عیسی مسیح قرار می گیریم و یا در دست چپ او. جای سومی وجود ندارد و هیچ کس نمیتوانه از این داوری الهی فرار کنه. در آیات بعدی عیسی مسیح که خود داور عادل است، عواملی را که سبب میشه آدمی در دست راست و یا در دست چپ قرار بگیرد بیان میکنه. به عبارت دیگر معیار داوری خود را برای ما آشکار میکند. گوش کنید که چه میگوید. میفرماید در آن روز داوری من که پادشاه و داور هستم، به کسانی که در طرف راست من هستم میگویم بیایید ای عزیزان پدرم، یا ای عزیزان خدا، یا ای کسانی که در نزد خدا مقبول واقع شدید، بیایید پاداش خود را بگیرید، بیایید در برکات ملکوت خدا شریک و سهیم شوید، برکاتی که از آغاز آفرینش دنیا برای شما آماده شده بود. چرا دوستان دقت کنید؟ چرا آنان وارد ملکوت خدا می شوند و پاداش می گیرند و در برکات الهی شریک می شوند؟ جواب از آیه 35 که می گوید چون گرسنه بودم و شما به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم شما مرا به خانه‌تون بردید، برهنه بودم شما به من لباس دادید، بیمار بودم و زندانی بودم شما به عیادتم آمدید. دقت کنید دوستان عزیز که مسیح داره اینها رو به چه کسایی میگویه. میگوید شما به من خدمت کردید. میگه من گرسنه بودم شما به من خوراک دادید. میگه من تشنه بودم شما به من آب دادید. خلاصه نیازهای مرا برطرف کردید. مریض بودم به عیادتم آمدید. در زندان بودم اومدید و به من دلداری دادید. آنان رو به مسیح کرد و میگویند خداوندا، ولی ما تو رو اصلا ندیدیم که گرسنه باشی که بتونیم گرسنگی تو برطرف کنیم. تو رو اصلا ندیدیم، چه برسه که تشنه باشی و به تو آب داده باشیم. یا ای مسیح کی تو رو دیدیم که آواره تا بهت خونه بدیم؟ کی تو رو دیدیم که مریض بودی که به عیادتت بیاییم؟ ببینید جواب عیسی مسیح داور عادل و پادشاه پادشاهان چیه؟ او میگوید
درست است که شما مرا ندیدید و یا شخصاً به من چیزی ندادید. چرا دوستان؟ او بی‌نیازه. ولی میگوید اما وقتی این خدمتها را به این برادران من کردید، در واقع به من خدمت کردید. دقت کنید، این خدمتها را که به هم نوعان خود کردید، در واقع به من خدمت کردید. ایمانداران به مسیح در اینجا باید محبت او را نسبت به خودشون ببینن. عیسی مسیح ما را در این عالم به حال خودمون رها نکرده ای عزیزان، بلکه او همراه ماست و با ماست. در انجیل میگوید که او برای ما نزد خدا اکنون داره شفاعت میکنه و او نیازهای ما را برآورده میسازه. هر آنچه به سر یک ایماندار آید، مسیح میگوید در واقع به سر من آمده است. پس دوستان عزیز، اگر شما مورد جفا و آزار قرار میگیرید، حقیقتا اینه که آنها به مسیح جفا میرسانند و نه به شما. و یا وقتی دیگران به شما محبت میکنن، در واقع به مسیح محبت میکنن. مسیحی که تو در زندگیت عملاً به آنان نشون دادی، آن مسیحی که تو عملاً با گفتارت، با اعمالت به دیگران معرفی کردی. گروهی از مفسرین میگویند که توجه عیسی مسیح در این آیات به یهودیان است. چرا؟ زیرا در ایام مصیبت عظیم دجال آنچنان ضد مسیح و مسیحیت خواهد بود که هر کسی که به اسم مسیح خوانده شود میکشد و هر کسی که حتی لیوانی آب به مسیحیان بدهد با مرگ روبرو خواهد شد. و معتقدند این زمانی است که آن 144,000 نفری که در کتاب مکاشفه به آن اشاره شده است که مهرموم شدند تا بشارت انجیل را به همه نقاط عالم برسانند می باشد. ولی آنچه مسلمه دوستان عزیز، این آیات به ما نشون میده که داور عادل یعنی عیسی مسیح بر همه انسانها داوری خواهد کرد. و اگر ما این خدمات را به هم نوعان خود کرده باشیم، بدون شک رضایت او را به دست آوردیم و مقبول پسند او واقع شده ایم. بنابراین به هم نوعان خود خدمت کنیم. گرسنه هستند نان بدهیم، تشنه هستند آب بدهیم، عریان هستند لباس بدهیم، غریب هستند جا بدهیم، مریض هستند به عیادتشون بریم. خدمت کنیم هم نوعان خود را. بعد از اینکه عیسی مسیح با گروه دست راست صحبت فرمود و آنان را به ورود به ملکوت آسمانی دعوت کرد، توجهش را به گروه دست چپ میکنه و به آنان میگوید ای لعنت شده ها، از اینجا یعنی از حضور من دور بروید، خارج شوید و داخل آتش ابدی بشید. آتشی که برای شیطان و ارواح شیطانی آماده شده است. راستی چرا عیسی مسیح گروه دوم را به جهنم میفرسته؟ آنها عیسی مسیح را خداوند صدا میکنن، به عبارت دیگر او را میشناختن، ولی چرا مسیح آنها را به جهنم میفرسته؟ جواب در آیه 42 و 43 است که میگوید زیرا گرسنه بودم و به من خوراک ندادید، تشنه بودم و به من آب ندادید، غریب بودم به من جا ندادید، برهنه بودم و به من لباس ندادید، بیمار و زندانی بودم به ملاقاتم نیامدید. آن وقت آنانی که در دست چپ هستند رو به عیسی مسیح داور انسانها کرده و میگویند خداوندا، کی شما را گرسنه دیدیم که نان ندادیم؟ کی تو را تشنه دیدیم که آب ندادیم؟ کی تو را غریب دیدیم که جا ندادیم؟ کی تو را برهنه دیدیم که لباس ندادیم؟ کی تو را بیمار و زندانی دیدیم که خدمتت نکردیم؟ عیسی مسیح جواب میدهد درسته که مرا ندیدید، ولی وقتی به کوچکترین یعنی به فقیرترین و نیازمندترین اشخاص کمک نکردید، در واقع به من کمک نکردید. و سپس آنان را به کیفر ابدی میسپارد. آنها به جهنم میافتند. دوستان عزیز، عجیب اینجاست که این گروه دوم یا افرادی که در دست چپ عیسی مسیح بودند مسیح را میشناختند، او را خداوند خطاب میکنند و از این آیات میتوان نتیجه گرفت که آنان افرادی بودند مذهبی، در رسومات مذهبی شرکت میکردند، در جلسات کلیسایی حاضر میشدند، سرود میخواندند، دعا میکردند، حتی روزه میگرفتند و چه بسا هدایا و زکات هم میدادند، ولی همونطوری که میبینید در روز داوری محکوم میشوند. چرا؟ آیا رفتن به کلیسا، آیا شرکت در عبادت،
آیا پول دادن در راه خدا بیفایده بوده؟ جواب روشن است که اگر ما وظایفی را که مسیح به عهده‌مان گذاشته است انجام ندهیم، هر چقدر هم مذهبی باشیم بیفایده و بی‌ثمر است. عیسی مسیح از ما انتظار داره که عملاً مطیع کلام او باشیم. او از ما انتظار دارد که گرسنگان را نان بدهیم. او از ما میخواهد که به داد فقیران برسیم و آنانی که نان روزانه رو ندارن به سفره‌مون راه بدیم، دعوت کنیم. آنانی که تشنه هستند آب به آنها بدیم. فقط فکر خودمون نباشیم، بلکه دیگران را خدمت کنیم. فراموش نکنید که دومین قانون مهم خدا چیه؟ میگوید که همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار. یعنی اگر غریبی رو میبینید که جایی ندارد، برو او را از کوچه بردار و به خانه‌ات راه بده که چه بسا فرشته خدا را پذیرایی میکنی. ما ایرانی ها ضرب مثل خیلی خوبی داریم که میگوید مهمان حبیب خداست، عزیز خداست. غریب را جا دادن شایسته هر خدا ترسی است. اگر فقیری رو میبینی که لباس نداره و در سرما هیچی نداره که خودش بپوشانه، تو باید بری و او را بپوشانی. چرا مثلا 4 کت در منزل داشته باشی و اون بدبخت هیچی نداشته باشه؟ درسته که مال توست، اما مسیح میگوید از مال خودت به آنان بده. برو بیماران را عیادت کن. خیلی از مریضان هستند که از درد تنهایی بیمار شدن و یا روزهای آخر عمرشون رو میگذارن و آرزو این را دارن که لحظه‌ای با یک نفر همدم شون و درد دلهاشون رو بیان کنن. راستی دوستان عزیز، شده که نه زیادتی بلکه از آنچه که خودت نیاز داری به دیگران داده باشی؟ شده که نه از اینکه لباساتون کهنه شده و یا از مد افتاده و یا اینکه کوچک شده یا اینکه چون خیلی زیاد دارید، بلکه از اینکه خودت نیازمند آن هستی ولی حاضری فداکاری کنی و آن را به دیگران بدهی. فراموش نکنید بخشش واقعی این نیست که مثلا هر چند وقت یک بار به لباسات نگاه کنی و آنچه که از مد افتاده و یا دیگه خودت خوشت نمیاد در راه خیرات بدهی. خیر، این نوع خیر بخشش حساب نمیشه. چرا؟ چون از زیادتی خودت داری میبخشی. بخشش واقعی این است که از آنچه که دل به آن بسته ای و به کار میبری ببخشی. از آنچه که خودت نیاز داری از همان بدهی، اون بخشش حساب میشه. راستی شده که غریبی رو به منزل دعوت کنی و به او جا بدی؟ هزارها نفر در خیابانها و کوچه های شهر آواره و سرگردان هستند. جایی برای سر نهادن ندارن. دنبال یک کلبه محقر هستند که شب را به سر بیاورن. آیا شما کسانی را عوض می‌دهید، کسانی را به مهمانی دعوت می‌کنید که شما را نیز به مهمانی دعوت می‌کنند؟ مسیح می‌گوید آنانی را به منزلتون دعوت کنید که نمی‌توانند شما را به منزلشون دعوت کنند. یعنی به خاطر فقر قادر نیستند شما را دعوت کنند. آنانی را خدمت کنید که نیازمند هستند. راستی شده به بیمارستانها بروید، با چند تا از این بیمارهای ناامید و تنها، با آنانی که تنها و افسرده هستند و هر لحظه منتظر مرگشون هستند، ساعتی از عمر خودتون رو وقف شنیدن درد دل آنها کنید. باید اعتراف کنم که اگر شما این سوالها را از من بکنید و یا اگر امروز روز محشر باشه و در حضور تخت پرجلال داوری خدا بایستم و این سوالها را از من بکند، من کوتاه آمدم. من اعتراف میکنم جواب سوالان باید منفی باشه. چرا؟ چون من شخصا در این راه قصور ورزیدم. و دوستان، کوتاه آمدن در این راه عاقبت وخیمی داره. چه خوب است که تصمیم میگیریم از حالا مطیع این اوامر الهی باشیم. راستی شما چه؟ آیا اگر امروز روز داوری بشه، اگر امروز در مسند تخت داوری قرار بگیرید، آیا جزو گروه دست راستان خواهید بود و یا جزو افرادی که در دست چپ داور عادل عیسی مسیح قرار میگیرند؟ واقعیت اینه که انتخاب با شماست. الان که داوری نشده، حق انتخاب رو ما داریم.
و چه خوب است که تا فرصت باقی است با توکل کردن و ایمان آوردن به داور عادل از او تمنا کنیم که به ما حکمت و قدرت عنایت فرماید تا بتوانیم هم نوعان خود را که محتاج و نیازمند و دردمند هستند خدمت کنیم. فراموش نکنید که هرگاه به دیگران به اسم عیسی مسیح خدمت کنید در واقع به او خدمت کرده اید و او هرگز نیکی و خدمات شما را بدون پاداش نخواهد گذاشت. اجازه بدید بار دیگر این آیات را خدمتتون بخونیم. در روز داوری مسیح چی میگوید؟ میگوید در آن موقع من آنانی که در دست راست هستند دعوت میکنم که در برکاتی که از آغاز آفرینش برای آنان آماده شده است وارد شوند. چرا آنان وارد ملکوت خدا میشوند؟ چون که مسیح میگوید چون گرسنه بودم و شما به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم و شما مرا به خانه‌تون بردید، برهنه بودم شما به من لباس دادید، بیمار و زندانی بودم شما به عیادتم آمدید. آنان به مسیح میگویند که خداوندا کی تو را ما دیدیم که گرسنه بودی به نان بدهیم؟ کی تو را اصلا دیدیم که تشنه بودی تا سیرابت کنیم؟ یا ای مسیح کی تو را دیدیم که عریانی لباس بدهیم یا غریبی خانه بدهیم و یا مریضی تا به عیادتت بیاییم؟ جواب مسیح چه بود؟ جواب مسیح که داور عادل است این است که درست شما مرا ندیدید و یا شخصاً به من چیزی ندادید، ولی وقتی این خدمتها را به هم نوعان خود کردید در واقع به من خدمت کرده اید. وقتی که به هم نوعانتون کردید به من خدمت کرده اید. دوستان عزیز، امروز عیسی مسیح نیز همین جملات را به من و شما میگوید. هر وقت خدمتی به نام او به دیگران میکنیم بدانید این خدمت بدون پاداش نخواهد بود. مسیح علائم انتهای زمان را به ما نشان میدهد، ولی از ما میخواهد که ما در خدمت کردن به یکدیگر هرگز غفلت نکنیم، زیرا وقتی او را خدمت میکنیم که مردم را خدمت میکنیم. اگر میخواهیم که خدا را از خود خوشنود سازیم باید عبادت ما در واقع خدمت کردن باشه و به قول سعدی که خوب واقعیت را درک کرده که میگوید عبادت بجز خدمت به خلق نیست، به سجاده و تسبیح و دق نیست. راستی دوستان عزیز، امروز چقدر به هم نوعان خود خدمت کردید؟ چقدر از خود گذشت نشون دادی و چقدر از مال خود که محتاج بودی به دیگران دادی، به آن هم به نام خدا و بدون انتظار پاداش از مردم. خدا کند شما حقیقت را درک کنید و زندگی خود را وقف خدمت کنید، زیرا مسیح نیز زندگی خود را در راه ما داد و در واقع به خاطر ما فدا کرد. خدای مهربان یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.